دست به جان آریانا سعید در کشور ترکیه. اما چرا این اتفاق بد برای آریانا سعید از طرف کی انجام شده است؟ آریانا سعید در کدام کشور اکنون است؟ وضعیت صحی و روی آریانا سعید چی گونه می باشد؟ و گریه های اسیب سعید که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید همان طوری که از نامش آشناست یکی از هنرمندان محبوب و مشهور افغان بوده است. ستاره درخشان در هنر موسیقی افغانستان بوده است. علاقمندان و طرفداران هنری خاصی داشته است. آریانا سعید در هنر موسیقی افغانستان تاریخ ساز بوده است. آریانا دوست دارد بیشتر اوقات آهنگ‌های عاشقانه، میهنی و دفاع برای حقوق زنان بسراید. آریانا سعید در اصل تابعیت کشور انگلستان را دارد ولی در کشور ترکیه زندگی می کند. آریانا هنرمند خوشقلب افغانی است که همیشه کمک‌های خیرانه‌اش برای مردم افغانستان ادامه داشته است، ولی به دلیل نامعلومه آریانا سعید مورد سوء قصد جانی در کشور ترکیه قرار گرفته است. اما تاکنون دلیل این کار به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. اسیب گریه‌های جانسوز در فراق زخمی شدن همسرش داشته است، ولی آریانا سعید اکنون وضعیت صحی خوبی داشته است و در کشور ترکیه در شفاخانه بزرگ بستری است و به همین دلیل مدت دیر می شود دیگر به کارهای هنری و تجاریش ادامه نداده است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا درود دیگر همه شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.